3. سلام خدمت تمام دوستان و همکاران عزیز. چون از من خواسته بودن که طریقه نصب دکوراتیو رو بهشون بگم، اول یه توضیح بدم در مورد خود دکوراتیو. این دکوراتیو هایی که الان ما میدیم خدمت شما به این صورته که یه لایه ورق میخوره، بعد فوم میخوره، فوم نسوز یا کندسوز، و یه لایه فویل آلومینیومی هستش. همه جا دارن به اسم دوسان میفروشن، ولی در حقیقت 18 میلیمتره که به اسم دوسانت حالا معروف شد. این ورق روش هم به این صورته که بعضیاشون فولادی هستن، بعضیاشون آلومینیومی هستن، ولی این نمونه ما فولادی هستن. طریقه نصبش هم به این صورت. اول شما یه چند تا پیچ برای اولیش میزنید پاییناشو، بعد که پیچا رو زدین میاین این قسمت ها رو پیچ میکنید. این قسمت ها رو پیچ میکنید. وقتی پیچ شد، تموم شد، بعد میاین دومی رو کار میذارید. دومی رو که میخواین کار بذارین اینجوری به این شکل، اون پیچ اولیه مخفی میشه دیگه، پیداش نیست، میره زیر این کارم. اینو خدمتتون خواستم بگم که حالا دوستانی که میپرسیدن از من، گفتم خدمتشون عرض بکنم. حالا تا اونجا که بتونم جنسای دیگر هم بهتون معرفی میکنم که راحت‌تر بتونید تصمیم بگیرید. ممنون، متشکرم.